بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که مثل همیشه رو براه باشین. اگر شما میخواین که از این تصاویر خفن با هوش مصنوعی درست کنید بدون محدودیت، رایگان و با هر استایلی که دلتون بخواد، میتونید از استیبل دیفیوژن استفاده بکنید که واقعا قدرتمندترین هوش مصنوعی آفلاینیه که شما میتونید به عمرتون ببینید تا این لحظه و یه جامعه بزرگی پشتشه و برنامه نویسای خیلی خفنی داره و قطعا نتیجه شما رو شگفت زده خواهد کرد که شما میتونید تصاویر دیگه هم که با این استیبل دیفیوژن ساخته شده رو ببینید توی استایل های مختلف که واقعا فوق العاده است. خب چجوری استیبل دیفیوژن رو نصب کنیم؟ این روش ساده ترین روش و سریع ترین روش ممکن برای نصب استیبل دیفیوژنه. قبل از اینکه بریم سراغ نصب استیبل دیفیوژن باید بهتون بگم که به خاطر اینکه استیبل دیفیوژن یه سرویسیه که ما تحریمیم، یا باید از قند شکن استفاده بکنید یا همون فیلتر شکن خودمون، یا از تحریم شکن که خب برای اینکه سرویس تحریم استیبل دیفیوژن رو دور بزنید از 403 دات آنلاین میتونید استفاده بکنید. کافیه که بنویسید 403 دات آنلاین و از قسمت هومش اینجا بریم داخل اپلیکیشن و DNS و ویندوزش رو نصب بکنید، یه اکانت بسازید و دیگه میتونید بدون تحریم از همه سرویس هایی که پشتیبانی میکنه استفاده بکنید. پس اول میرید 403 دات آنلاین رو نصب میکنید، بعد میایین و 403 رو بازش میکنید اینجا و وقتی که بازش کردید این صفحه براتون میاد. کافیه که روی گزینه وصل کردنش بزنید تا وقتی که سبز شد یعنی وصل شده و اوکیه. خب قدم بعدی اینه که شما توی اینترنت سرچ کنید استیبیلیتی ماتریکس. استیبیلیتی ماتریکس رو اگر سرچ بکنید اولین گزینه یک لینک از گیت هابه که لیکاس AI اومده استیبیلیتی ماتریکس رو قرار داده. این لینک رو باز میکنید یک صفحه گیت هاب براتون باز میشه. از این نرم افزار جانبی میتونید استفاده بکنید تا استیبل دیفیوژن رو برای خودتون نصب بکنید. خب میید پایین و به اینجا میرسید. اینجا دکمه دانلودش برای ویندوز، لینوکس و مک. خب من میخوام برای ویندوز نصبش بکنم. همونجوری که میبینید نوشته ویندوز 10 و ویندوز 11. پس از اینها پشتیبانی میکنه. یه نکته یا الان بهتون بگم، اگر شما استیبل دیفیوژن رو میخواید استفاده بکنید باید توجه داشته باشید که استیبل دیفیوژن کاملا آفلاینه و بدون نیاز به اینترنت کار میکنه. پس با چی کار میکنه؟ با منابع خود سیستم. پس اگر میخواید استفاده بکنید باید یه سیستم قوی داشته باشید. حالا اگر سیستم اون ضعیف بود چی؟ اشکال نداره، فقط تایم بیشتری میگیره برای اینکه یک تصویر به هوش مصنوعی براتون بسازه یا مجبورید با کیفیت پایین‌تر بسازید. خب روی گزینه ویندوز میزنید و یک فایل زیپ براتون دانلود میشه. این فایل زیپ رو کلیک راست میکنید روش و با نرم افزار وینرر اکسترکتش میکنید که اگر ویندوز 10 هم داشته باشید که خودش دیگه داره نرم افزار اکسترکت. خب بازش میکنید، یه فایل اگزه داخلش قرار داره. من کلیک راست میکنم روی این و ران از ادمینستریتور رو میزنم. خب اینجا واسه من میگه که اوکیه، یس، و نرم افزار برامون باز میشه. خب میگه که میخوای استیبل دیفیوژنی که دانلود کنی از چه یو آی استفاده بکنه. این یو آیه که پیشنهاد داده و اینم یو آیه که بازم پیشنهاد داده. یه توضیحاتی برای بقیه یو آی ها نوشته. یو آی همون رابط کاربریه که داره. ما میخوایم از اتوماتیک 1111 استفاده بکنیم و روی این گزینه میزنیم تا نصبش بکنیم. البته این هم میتونید استفاده بکنید، هیچ تفاوتی نداره و اوکی. خب من روی این میزنم و حالا بهمون میگه که مدل ها رو دانلود بکنیم. ببینید استیبل دیفیوژن بدون مدل ها اصلا کار نمیکنه. مدل ها یک مجموعه دیتا هایی هستن که به استیبل دیفیوژن داده میشه که بتونه پردازش تصویر انجام بده و تصاویر رو بسازه. هر کدوم از اینا یه استایلی داره. مثلا این استایل انیمیشنی یا حالا مثلا آبجکت های سه‌بعدی داره. این استایل واقعا عکاس واقعی داره. این استایل انیمیتور داره
خب ما روی هیچ کدومش نمیزنیم چون میخوایم مراحل نصب سریعتر طی بشه. بعدا میریم مدل دانلود میکنیم و میریزیم توش. خب و دیگه هیچی، اینا رو تیکشون نزنید و کافیه که روی دانلود بزنید. خب اینجا میره برای دانلود. اگر روی مور دیتیلز بزنید اینجا واسهتون اطلاعات این که داره چیکار میکنه برای نصب رو پیش میره. خب ببینید یه جایی ازتون ممکنه بپرسه که کجا من اطلاعات رو ذخیره بکنم، که کافیه بزنید آقا روی همون دایرکتوری که خودش داره یا روی دایرکتوری دلخواهتون این کار رو انجام بده. خب من دستش نمیذارم و میذارم که کارشو بکنه. وقتی که تموم شد برمیگردیم و بهش میپردازیم. همینجوری که میبینید یه 2 گیگابایت اینجا داره تورچ رو دانلود میکنه برای پایتون، چون بر بیس پایتونه و پایتون 3.6 رو استفاده میکنه و دیگه خودش مراحل نصب گیت و پایتون و همه اینا رو طی میکنه. دیگه لازم نیست دستی نصب بکنید، چون توی روش‌های دیگه‌ای که سریع نیست و آسان نیست دقیقاً باید همه اینا رو خودتون نصب بکنید و دیگه این خودش کارا رو انجام میده. پس من ویدیو رو پاز میکنم تا برگردیم و ببینیم بقیه مراحل نصب. خب دانلود انجام شد و اینجا تمام چیزایی که نصب کرده رو میتونید مشاهده بکنید. نوشته Stable Diffusion Web UI installed successfully. خب اگر این گزینه واسهتون فعال بود دیگه همین هم نشونتون نمیداد. هاید رو میزنید و میره. خب از اینجا میتونید لانچ کنید. اینجا انتخاب میکنین، میگین آقا استیبل دیفیوژن وب یو آی که من نصب کردم رو در این آدرس، حالا تو هر آدرسی که شما نصب کردید میتونید لانچ بکنین. اینجا هم یه سری تنظیمات داره که ما کاریش نداریم. کافیه که روی گزینه لانچ بزنید. لانچ رو که زدید یه ذره طول میکشه، یه سری فرآیندهای انجام میده و میره که واسه ما لانچش بکنه. میبینید که پایتون 3.10.11 رو نصب کرده که نسخه جدیدترش هم هست، ورژن 1.8 این استیبل دیفیوژن هست و اینا رو کلون میکنه و یه مقداری باید صبر کنید تا واسهتون باز بکنه. اگر شما برین داخل درایوی که نصب کردید، این رو من اینجا نصب کردم توی SM دیتا، همون اول میپرسه ازتون، اینجا میتونید مشاهده بکنید فایلای استیبل دیفیوژنتون رو که اسیتس داره که خب پایتونی که روش نصبه، مدلز داره که اگر مدلز رو وا کنید و استیبل دیفیوژن رو بزنید اینجا میتونید مدل های خودتون رو پیاده بکنید و چک پوینت هاتون رو اینجا قرار بدید. پکیج داره که خب وب یو آیشه و پورتیبل گیت داره که گیت رو به صورت پورتیبل نصب کرده و یه تگز داره که اونم کاریش نداریم. اینجا فقط میتونید مشاهده بکنید کارو و از این قسمت میتونید لانچ بکنید اون استیبل دیفیوژن خودتون رو. خب یه ذره دیگه صبر میکنیم، داره کلیپ رو نصب میکنه و برای بار اول اینقدر طول میکشه و دیگه آماده میشه و شما میتونید بازش بکنید. یه ذره صبر میکنیم. خب اینجا میتونید مشاهده کنید که یه دکمه این پایین اضافه شد، Open Web UI. اگر این دکمه باشه که خب دیگه اوکی، یعنی لانچ شده و واسهتون این توی کرومتون باز میشه. 127.0.0.1.78 حالا بستگی داره که روی چه چیزی واسهتون لانچ شده باشه. اینو هیچ وقت نبندینش، بذارین باز باشه و میگه که فیل شده، مدل نتونسته لود کنه. خب ما اصلا مدلی لود نکردیم. اوپن وب یو آی هم بزنید باز همین صفحه باز میشه. خب استیبل دیفیوژن بدون مدل هیچ فایده ای نداره، یعنی هیچ کاری باش نمیتونید بکنید. از این قسمت باید مدلتون رو انتخاب بکنید، چک پوینتتون رو انتخاب بکنید. از کجا چک پوینت دانلود بکنم؟ کافیه که سایت سیویت ای آی رو سرچ بکنید و اینجا میتونید سایت سیویت ای آی مدل های خودتون رو دانلود بکنید، چک پوینت هاتون رو دانلود بکنید و استفاده بکنید. خب این نرم افزاری که ما ازش استفاده کردیم برای اینکه بتونیم این نرم افزار رو نصب کنیم، از خود قسمت استیبیلیتی ماتریکس یه مدل بروزر داره
که یه سیویت AI اینجا میتونید شما مستقیم از اینجا مدل ها رو ببینید و دانلود بکنید، یا هاگینگ فیس که میتونید اکستنشن ها رو نصب بکنید که خب اینا دیگه حرفه‌ای میشه. از سایت سیویت AI هم میتونید مدل دانلود بکنید و من میخوام جدا بیام دانلود کنم بهتون بگم. خب ببینین اینجا مدل های مختلف رو میتونید ببینید که یه سریاش خیلی طبیعیه، یه سریش انیمه است، هر کدومش یه استایلی داره. این استایل آبرنگ نقاشیه. خب من میرم در قسمت مدلز و اینجا مدلز برای من باز میشه. از این قسمت مدلز من باید چی رو انتخاب بکنم؟ بعد توی فیلتر چک پوینت رو تیکش رو بزنم. چک پوینت رو میزنیم، اینا هم همینجوری باشه. اینا همش چک پوینته. یعنی الان این چک پوینت رو اگر شما دانلود بکنید و استفاده بکنید، همه عکساتون تو همین استایل نمایش داده میشه و ساخته میشه. این مثلا استایل انیمه ای میشه، همه عکساتون انیمه ای ساخته میشه. و چک پوینت های دیگه ای که میتونین انتخاب بکنید، یه چک پوینتی هست که از همه و یه جورایی قدرتمندتر میتونه باشه. ماست دانلودد رو بزنید، بیشترین دانلود چک پوینت ها میبینید که ریالستیک ویژن این اول هست و این گزینه‌های دیگه ای که همون اول هم دیدیم و مدل های حرکت و ویدیویی هم هست که بعد میتونید از چک پوینت ها استفاده بکنید و نتیجهش رو ببینید، خروجی گیفتون میده و خیلی جذابه. اینجا دیگه میتونید چک پوینت ها رو دانلود بکنید. خب این چک پوینت های برتره که میتونید از اینا بهتر استفاده بکنید. خب وقتی که این رو دانلود کردیم حدوداً، حالا من دقیقاً بهتون بگم چه اتفاقی میفته. من یه استیبل دیفیوژن به صورت دستی نصب کرده بودم از قبل و داخلش یه سری مدل ریخته بودم که در قسمت مدلز که میرفتین از طریق این نحوه نصب استیبل دیفیوژن اینجا مدل هاتون رو میتونستید ببینید. یه مدلی هست RPG که این خیلی مدل قدرتمندیه، میتونید دانلودش بکنید. من کپیش میکنم و میام داخل فولدری که نصب کرده برای من استیبل دیفیوژن رو، که از اینجا که لانچ میبینید هست، اینجا فولدرش رو نوشته که چه فولدری هست. خب من میتونم برم توی فولدرش و بیام مدلم رو پیاده بکنم. خب از این قسمت شما آدرس رو همون اول میتونید ببینید. من اومدم اینجا توی اپس و داخل SM دیتا نصب کردم. اینجا نوشته مدلز، روی مدلز میزنید و روی استیبل دیفیوژن کلیک میکنید و اینجا مدلتون رو پیست میکنید. خب صبر میکنیم پیست بشه و مدلی که دانلود کردیم رو اینجا قرار دادیم. برمیگردیم به استیبل دیفیوژن که تحت وب اجرا میشه و اینجا روی این گزینه میزنیم. خب الان اینجا یه مدل شناسایی شد. این مدل رو میزنید، این یه مقداری طول میکشه تا مدل رو بارگذاری کنه و بعد از اینکه بارگذاری کرد کافیه که اینجا پرامپت خودمون رو بنویسیم. من مثلا مینویسم پینک کت و اینجا هم تنظیماتش میذاریم همین باشه و جنریت رو میزنم. یه مقداری صبر میکنیم و اینجا واسه ما یک گربه صورتی ساخت. اگر روی این بچ کانت بزنید مثلا 5 تا جنریت کنه، واسه تون 5 تا گربه جنریت میکنه و مدل رو میسازه واسه تون. اینجا داره این کار رو انجام میده و تمام. حالا این که چجوری از این استفاده بکنیم، شاید ویدیویی پر کردم و آموزشش رو واسه تون گذاشتم. صرفا الان این رو داشته باشین که 5 تا گربه واسه ما جنریت کرد. برای اینکه کیفیت تصویر رو ببریم بالاتر کافیه که اینجا بزنیم مثلا روی 1080 در 1080 واسه ما جنریت کنه و بچ کانت هم یکی میزنم فعلا و اینجا هم برای اینکه کیفیت کار بیشتر در بیاد مثلا اینو میذارم روی 30. یه مقداری زمان بیشتری میبره تا اجرا بشه. ببینید داره با دیلی بیشتری اجرا میشه ولی نتیجه با کیفیت تر و دقیق تریه. الان اینجا پریویو کار رو لحظه به لحظه نشون میده
و این مدل RPG بود که شما میتونید مدل‌های دیگه هم دانلود بکنید و استفاده بکنید. مدل‌های خیلی خفنی وجود داره. همینطور که میبینید دیتیل این کار خیلی بیشتر از دیتیل کارهای قبله و کیفیتش خیلی بیشتره و بله اینطوری میتونید چیزی که میخواید رو ایجاد بکنید. خب این آموزش هم تموم شد. اینو نبندینش، اگر میخواید استاپ کنین استاپ رو میزنید، دیگه کار نمیکنه، استیبل دیفیوژنتون قطع شد. و از سایت سیویت ای آی هم که آدرسش رو اینجا میبینید میتونید مدل ها رو دانلود بکنید. امیدوارم که لذت برده باشین و بتونین از این مدل استفاده بکنین. برای اینکه اینم گمش نکنیم استیبیلیتی ماتریکس رو، ببینید من اگر اینجا سرچ کنم استیبیلیتی ماتریکس واسه من فایل اگزش میاد، ولی خب آدرسش کجاست؟ آدرسش روی همین دسکتاپ هم هست. اینو میتونم من کپی کنم و ببرم بذارم یه جایی که توی نرم افزارام باشه و از اونجا لانچش بکنم. مثلا اینو کپیش میکنم و داخل اپس نرم افزارها قرارش میدم، اینجا میادش. خسته نباشین. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید و بتونید از هوش مصنوعی در کارهای خیر و خوب استفاده بکنید. فعلا